با سلام و درود خدمت تک تک شما دوستان عزیزم. امیدوار هستم هر کجایی که هستید جور و صحتمند و سر حال بوده باشید و شما را به یکی از ویدیوهای جدید خود خوش آمدید گفته جا داره یک تشکری خاص از آن در دوستای داشته باشیم که در ویدیوی قبلی ما را سابسکرایب کردن و اگر شما هم عضو جدید کانال ما هستید لطف نموده کانال ما را سابسکرایب کنید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید ما را از دست ندهید. خب دوستان عزیزم، قسمی که ما و شما شاهد هستیم در آستانه نوروز باستان قرار داریم. با همه مشکلات و چالش هایی که داشتیم یک سال را به سر رساندیم. جا دارد در مورد مشکلات و سختی های زندگی چند سخن را با شما شریک بسازم. زندگی گاهی اوقات سخت میشه و ما با مشکلات و سختی های زندگی مواجه میشیم و این سختی ها و مشکلات زندگی ما را به پختگی و به تکامل میرسانه. البته انسان های موفق و انسان های عاقل از مشکلات و سختی های زندگی به خاطر رسیدن به اهداف و مقاصد خود استفاده میکنه. اینا کسایی هستند که در جستجوی دانستن حکمت و معنای اینمی مشکلات هستند و دقیقا همی افراد میتونه که به موفقیت برسن. البته در این مورد دوستای عزیز یک داستانی است که ما برای شما میخوایم این را حکایت کنم. میگویند روز الاغ کشاورز در داخل چاه افتاد و کشاورز با خود فکر کرد که الاغ ما پیر است و چاه هم باید پر شود و فایده نداره که ما الاغ از داخل چاه بیرون بکشم. تصمیم به پر کردن چاه میگیره و از اهالی منطقه کمک میخواد که با اونا یک جای شده تا چاه را پر کنن. الاغ هم میدانست که قرار است چه اتفاقی بر سرش بیفتد. به همین خاطر هر بیل خاکی را که مردم بالای الاغ میریخت الاغ خود را تکان میداد و از آن خاک به خاطر بالا آمدن از چاه استفاده میکرد و به همین ترتیب دوام داشت. هر بیل خاکی را که مردم بالای الاغ میریخت و یک قدم بالاتر می آمد و با این کار خود همه را شوکه ساخت. چیزی نگذشت که این الاغ به لبه چاه رسید و تانست که موفقانه از داخل چاه بیرون برآید. بله دوستای عزیز، زندگی مثل بیل پر خاک قرار است روی تو مشکلاتش را بریزد و ترفند بیرون آمدن از چاه این است که شما از این همه مشکلات که روی شما میریزد به عنوان پله ترقی خود استفاده کنید. ما می توانیم از عمیق‌ترین چاه‌ها بیرون بیاییم، فقط باید به جلو حرکت کنیم. رسیدیم به آخر این ویدیو. امیدوار هستم این ویدیو مورد پسند شما قرار گرفته باشه. حتما لایک و کامنت فراموشتان نشوه. این ویدیو را با دوستانتان حتما شریک بسازید و ناگفتن امانه به خاطر حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب کنید. سال نو خوب و خوش داشته باشین. برای تک تک شما آرزوی بهترین ها را دارم. همیشه موفق و سربلند باشید. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. تا درود بعد، بدرود.